اگه برنامه‌های مدیریت زمان، بهره‌وری و تودو لیستا رو با هیجان نصب می‌کنی، اما بعد از 3-4 روز حتی بودنشون تو گوشی رو هم فراموش می‌کنی، این ممکنه به خاطر مکانیزم کاهش تنش مغزت باشه. این مکانیزم در واقع روشیه که مغز واسه رسیدن سریع به حالت آسودگی ازش استفاده می‌کنه و واسه درکش لازمه که ما با نحوه عملکردش توی مغز بیشتر آشنا بشیم. وقتی شما از وضعیت فعلیتون ناراضیید و توی تخت خوابتون به خاطر عقب انداختن کارا احساس گناه یا عذاب وجدان دارید و از چیزی که الان هستید خجالت میکشید، توی شما یک تنش روانی ایجاد میشه و این تنش روانی همون سرزنشیه که تو قالب یک سری جمله درونی ساعت 2 شب اتفاق میفته، مثل اینکه از بقیه عقب افتادی، تو تنبلی، تو به اندازه کافی خوب نیستی، یا تو فقط داری وقت تو تلف میکنی، مگه نگفته بودی میخوای عوض شی پس چی شد. و این همون انقباض و اون دلشوره‌ایه که توی ناحیه سینه یا معدت احساس میکنی و از اونجایی که هدف اصلی مغز از بین بردن این تنش روانی و احساس بده، کاری که انجام میده اینه که شما به جای اینکه برید سراغ اون کار سختی که مدت‌هاست دارید عقب میندازید، یعنی کاری که واقعا زندگیتون رو بهتر میکنه، میرید سراغ کاری که هزینه و زحمت زیادی نداره، یعنی نصب اپلیکیشن‌های بهره‌وری، مدیریت زمان، تودو لیستا، یا حتی نوشتن دوباره اهدافت یا پر کردن لیست وظایف با 10 کاری که خودت هم میدونی که توی یک روز انجام نمیشن. و اینجاست که نصب اپلیکیشن در واقع به عنوان یک مسکن عمل میکنه و به مغز تو این سیگنال حل شد رو ارسال میکنه. اما نکته‌ای که وجود داره اینه که این انگیزه و امید سریعا از بین میره و شما دیگه نه از اون برنامه استفاده میکنید و نه حتی بهش نگاه میکنید. پس در واقع چون شما مسکن رو انتخاب کردید و نه راه حل واقعی رو، شما هرگز نمیتونید دوباره اون انگیزه رو به دست بیارید. دقیقا مثل فردی که میخواد وزن کم کنه، اما به جای اینکه فوراً دویدن رو شروع کنه، بهترین و گرونترین تردمیل و دنبل رو میخره. خب یعنی شما هم با یک عمل جانشین و ساده تر مغزتون رو فریب دادید و الان دیگه اون تنش روانی که میتونست به یک کار بزرگ ختم بشه از بین رفته و شما هم دیگه انگیزه‌ای برای کار سخت و مهم ندارید. حالا سوالی که ممکنه پیش بیاد اینه که خب به جای نصب برنامه و نوشتن لیست وظایف باید چی کار کنم؟ اولین کاری که باید انجام بدید اینه که بیایید اولویت بندی رو بر اساس رنج و نه رضایت انجام بدید. یعنی چی؟ ببین، ما به طور طبیعی اولویت رو به کارهایی میدیم که ساده ترن و پاداششون رو سریعتر میگیریم، مثل نصب اپلیکیشن یا مثلا جواب به پیام‌های کاری که کار سختی نیستش. به جاش از خودتون بپرسید کدوم کار امروز بیشترین رنج و سختی رو واسه من ایجاد میکنه و اون کار رو هر طوری که شده انجام بدید. بقیه راهکارا رو توی کپشن میتونید ببینید.